عزیزانم، قبضیت یبوسک یا مادر مریضی ها. اگر شما هر روز یک یا دو بار به تشناب رفته نتوانید تا روده کلان خود را تخلیه کنید، به مریضی متابولیزم که غذای صرف شده را هضم و جذب نتوانید، به سردردهای میگرین، به فشار بلند خون و به تکالیف قلبی مواجه خواهید شد. بنابراین شما هر روز نیم قاشق چایخوری حریری سیاه را در یک گلاس آب بنوشید، 2 بشقاب سالاد روزانه مصرف کنید، 1 بشقاب پالک پخته با گندنه و 2 دانه ناک مصرف کنید. 2 تا 3 لیتر آب گرم با لیمو، پیاده‌گردی برای 1 ساعت یا بایسیکل سواری برای 1 ساعت برای شما در رفع قبضیت کمک می‌کند. از توجهتان تشکر.